آلمان مسیر تابعیت 3 ساله را حذف کرد، شرایط جدی‌تر شد. پارلمانی آلمان امروز برای اکثریت قانون اعطای تابعیت صریح 3 ساله به مهاجران گردیده و تابعیت توربو را لغو کرد. این طرح بیشتر در سال 2024 تصویب شده بود و به مهاجرانی که به طور استثنایی یک پارچه شدن اجازه میداد پس از 3 سال اقامت تابعیت آلمان دریافت کنند، با الزام‌های مانند مهارت زبان آلمانی در سطح C1 و خدمات اجتماعی. با لغو این مسیر حالا همه متقاضیان تابعیت باید حداقل 5 سال اقامت مستمر در آلمان داشته باشند. با این حال سایر قوانین جدید تابعیت که سال گذشته تصویب شدند مانند امکان داشتن تابعیت دوگانه همچنان برقرار خواهند ماند. وزیر کشور آلمان تاکید کرده که پاسپورت آلمان باید نشانه ای از یک پارچگی واقعی باشد، نه مشوقی برای مهاجرت غیر قانونی. حزب سوسیال دموکرات نیز اعلام کرده مسیر اعطای تابعیت برای کسانی که اکنون در فرایند درخواست بودند ممکن است تحت قوانین قدیمی بررسی شوند.